سلام خداوندی بر شما بینندگان تلویزیون سیمای مستقل تاجیک. برنامه خانه‌خواه مهمان ضمیر شماست. ما با شما به عیبی و به نقصی خواهانیم. در عالم دو قوا وجود دارد، یک قوه سازنده، دیگری قوه ویران کننده، که آن را در حکمت نیکی و بدی گویند، در فیزیک پلوس مینوس مثبت و منفی گویند، در طبیعت شناسی آن را سردی و گرمی گویند. حتی در خود معنی سر انسان هست قوه های پاراسیمپاتیکی و سیمپاتیکی. معمولاً پروردگار گفته است که همه را جفت جفت آفریدم و خداوند خودش یک و یگانه است. و در جای دیگری پروردگار با دو دستی خود میگوید که ساختم. پس دو دستی پروردگار شاید همین مثبت و منفی، همان عقل کل و نفس کل باشد، همان سازندگی و همان ویرانی باشد، که هر یکی این در حیات ما و شما هستند. و چه خیلی که پروردگارم خودش گفته است که نیکی و بدی از جانب من است. بدی خواهش پروردگار نیست، ولی آن را امر می کند و حکمت آن این را خودش می داند، هرچند ما اندک ذره هم از آن درک یافته باشیم. این دو قوه در انسان ها اثر دارد و انسان ها با این دو قوه زندگی می کنند. مهم و خوب می شد که ما امروز معین کنیم که در کدام قوه بیشتر ما زندگی می کنیم، کدام قوه را بیشتر استفاده می بریم. و انسان هم نیک و بد می شود، سازنده و ویرانکار می شود. ویرانکاری هم حکمت خود را دارد، در ویرانی باز سازندگی هست. البته این فلسفه نهایت بزرگ است. هر یک کسانی که صاحب خرد هستند می دانند که نیکی خوبتر است از بدی، سازندگی خوبتر است از ویرانکاری. و خداوند از این دو قوه وابسته نیست. پس بیاید ما و شما امروز معین میکنیم که ما در کدام قوه قرار داریم. البته ما و شما میدونیم که وقتی که انسان سخن میگوید، آیا سخنهای او به آن ضمیرش، به زیر شعورش راست هستند؟ آن وقت ما و شما چنین آدم را احترام میکنیم اگر راست باشند، چون که بزرگان ما گفتند من بنده آن کسی که دل و زبان یکی است. چقدر چنین آدمان در جمعیت ما که بسیار شدند، کسانی که دل و زبان آنها یک است، آن وقت باز ما با پیشروی‌های خوبتری نائل میشویم. ما باز یک تکان خوبی به انکشاف کمالات جمعیت خود میدهیم و باز مقام معنویات را در عالم هستی صاحب میشویم. عالمیان به معنویات ما و شما نیاز دارند. هر یک خلق در یک سمت فعال است، یکی جنگاور است، دیگری با تکنولوژی هست، سومی بسیار ذخیره های بوی طبیعی دارد، چهارمی فرهنگی با قوت دارد، پنجمی بسیار است، ششمی صفت آنها خوب است، علمشان و هاکذا. البته از هر یکی آن در هر خلقی هست، ولی یکی آن بیشتر در آن ضمیر خلق دیده می شود، در آن گین های خلق دیده می شود. از آن جمله مردم ما مردم فرهنگی است، مردم زینه معنویات است، مردم کتابدار است. اگر ما بس دیگر سمت ها برویم، آن وقت ما در آن سمت ها آنقدر پیشروی نمی کنیم. اگر ما در سمت خود برویم، سمت معنویات، آن وقت باز به مقام عالی می رسیم. و این دوره سوم است که خلق ما به مقام عالی می رسد و باز برای عالمیان از معنویات درک می دهد.
و این دوره سوم رو باید زیر دیوارش را و دیوارهای آن را مستحکم کنیم و یکی از واسطه های مستحکم و قوی کردن آن البته این مشق‌های روانی است که ما با شما پیشنهاد میکنیم. مثلا برای آن که ما مثالی بیاریم که درست‌تر شما بفهمید، بیایید ما با خردسالان نگاه کنیم. خردسالی هست که تنش بسیار با قوت است و از او عالم تیار کردن نشاید. خوب میشد که آن را ما با کار و فعالیت های جسمانی میدانیم و میتوانست که چمپیون شود، میتوانست گوشتنگیری خوب شود، میتوانست چیزهایی برارد که جهت های جسمی و کار درستی جسمی مردم ما را درست کنند. هست کودکانی که عقلشان خوبتر است، بعض آنها مثلا ما ورزشگر خوب تیار کردن نمیتوانیم، چون که طبیعتاً به میلش به سوی عقل است، به سوی تفکر و اینتلکت است. پس نظر ما در این کدام سمت را انتخاب کنید از روی علم است و درست است. همینطور مردم و ملت ما هم ملتی کتابدار و فرهنگ دوست و معنویات دار است. این سمت است که ما و شما در این پیروز میشویم. و البته سمت های دیگر رو هم باید فراموش نسازیم که آنها برای ما و شما خیلی مهمند، یا که آنها رو خودمون یا اینکه از دیگر خلقها گرفتنمون لازم است تا که باز جمعیت خوب و آباد برای فایده مردم و همسایگان و عالمیان باشد. در مسئله اون گفتیم که قوه سازنده و قوه ویران کننده هست، نیکی و بدی هست. انسان هوش دارد و زیرهوش و ضمیر دارد. در هوش ما و شما چی هست و ضمیر ما که از اولاد و اصحاب ما و شما آمده است و ما آن را ضم کرده ایستاده ایم و چی آن را ما پر میکنیم و وقتی که آن را میبینند از دوره بابای آدم تا این دم میبینند و آن خیشتی که ما و شما گذاشتیم چه خیلی خیشت هست، آیا بدی هست یا نیکی و آن سبب چی شده است. مانند که ما یک درختی رو میبریم و میبینیم که یک حلقه آن ساله آن نهایت ضعیف و کم است و یا که فشار خورده است، آن وقت میفهمیم که همون سال همین درخت عذاب کشیده است، یا سردی بوده است، یا که غذای ساز نبوده است، یا که فشارهای دیگری آسمانی بودند. برای همین وقتی که ما و شما رو در آخری دنیا میبینند که کدام خیشتی رو گذاشته، معلوم میشود به نیکی و بدی بودن ما. خوب میشد که ما بیشتر نیکی کنیم. وقتی که در ضمیر انسان دیگر چیز است و در زبان او دیگر است، آن وقت این انسان به قوه های بد پیوسته است. و سری وقت است که به قوه های نیک سازنده بپیوندد. و ضمیر انسان در آمدن خیلی مشکل است. پدسازنانی میگویند، مثلا پدسازنانی یا که زیرهوش یا زیرشعور یا که حالا ما میدونیم که ضمیر 100 سال پیش کشف کرده شده بود که شخصی رو گرفتن با گیپناز به حال در آوردن و او رو گفتن که فلان مکتوب رو گرفته به فلان نشانه میفرستی. او رو بیدار کردن، گفتن که تو مکتوب رو کی میفرستی و گفت کدام مکتوب رو. چون بعد 80 روز رو باز به حال در آوردن و گفتن که مکتوب رو و فلان نشانه کی میفرستی، گفت 20 روز پس. باز خیزاندن پرسیدن، ندانست، گفت کدام مکتوب. و در روز صدم دیدن که یک کاغذ رو گرفته چیزی نوشته، آن رو به فلان نشانه روانه کرده. پرسیدن چرا تو چنین میکنی؟ گفت که دلم خواست همین کار رو کردم. پس معلوم میشد که تمام فعالیت ما و شما که حالا با عقلانه و با شعورانه آن رو میگوییم از ضمیر ما و شما وابسته بوده است. و بعضی آدمان با شعور و با عقل میتوانند که راه گیرند ضمیر خود را و آن را زیر نظارت گیرند. و آدمان خیرتمند و به معنویات رسیده با واسطه نور ضمیر خود را اداره میکنند. انا همین ضمیر ما و شما رو یا قوه بد اداره میکند و آن را روانه میسازد به ویرانی ها و ویرانکاری ها، یا قوه های نیک که روانه میسازد به منفعتی که خود چه منفعت جامعه و عموما بشریت. آیا ما در ضمیر خود اجازت میدهیم که پروردگار آن را اداره کند با نور خود، یا که قوه های بد و ابلیسی؟ تفکر کنید.
چون که به من سوال دادن آیا گفتن ممکن است که کی بهشتی است و کی دوزخی؟ البته خداوند با رحمت خودش بهشت میدهد، هرچند که انسان هم مهنت کند به نظر میگیرد، ولی علامت هست. از رفتار و از گفتار و از اولین پیندار معین کردن ممکن است که انسان و کدام قوا بیشتر میل دارد. ولی رحمت خداوند بی اندازه است. برای این انسان یک توبه صحیح و از تگ دل میکند، میرسد به اون مقصد که او را بیامرزند. پس به ضمیر خود امروز ما و شما با مشق روانی نظر میکنیم، چون که همه بیماری ها همه بدبختی ها در ضمیر انسانند، در آنجا راه داده شده است. و خودی نمایندگان شریعت هم میگویند که در چند وقت انسان را شیاطین اثر میرسانند. و ما هم حالا میدونیم که در حالت هایی است که اطلاعات به زیر شعور به ضمیر میدراید و وقتی که ما آدمان را توبت میکنیم میبینیم که در ضمیر او چی نشسته است. البته و آینده خوب و آن که ما و شما ابد زنده ایم و آن که ما و شما مسئولیت داریم، ماننده که در پیش خاندان خود، باز در برابر این در پیش جمعیت خود مسئولیت داریم و در پیش بشریت و البته کیهان شعوری هستی مسئولیت داریم. و انسان وقتی که برنامه سازی درست می شود، البته آن وقت می تواند که به قواهای نیک بپیوندد و زندگی خود را دیگر کند. بیاید ما و شما حالا مشق روانی نوبتی را میکنیم تا اینکه ضمیر خود را با نور پاک تازه کنیم، قواهای بد را از آن بیرانیم. اگر که در آنجا رنجشی باشد ببخشیم تا بخشیده شویم، در آنجا غضبی باشد آن را پخش کنیم تا از غضب شعوری هستی ایمن باشیم. کینه را دور کنیم، چون که کینه و باوری یک جا نمی ایستند. باوری را زیادتر کنیم، آینده خود را نیک تصور کنیم. به نام شعوری هستی که ضمیر ما و شما را نظارت میکند، اداره میکند، سر میکنیم. بشینید درست و آزاد و خود را در بین معینه سر قرار بدهید و بدن خود را حس کنید و ببینید که کدام قوا بیشتر در وجود شماست. آنها را با نور عجیبی امروز تازه میکنیم. ما امکانات داریم که به زیر هوش شما با ضمیر شما وارد شویم و آنجا را پر از نور راست و عدل و حکمت پر کنیم و قواهای بد را از آنجا بیرانیم. بشینید درست و آزاد و به سخنان ما گوش دهید که سراسر حکمت و به موفقیت نایل کننده اند. آن چیزی که ما درک داریم البته هیچ است در پیش دانش هستی، ولی آن چیزی که ما میدانیم دیگران نمیدانند و آن برای منفعت مردم است. درست آزاد نشسته اید، وجود خود را حس میکنید و بدن خود را سر دهید و بدانید که انسان نور استعمال میکند، چه انرژی، نیرویی که از خوراک و غذا میگیرند، چه نیرویی که از احساس مثبت و مهر و محبت میگیرند، چه از دانش میگیرند، فهمیش، چه از فرهنگی که انسان ایجاد کرده است و مردم با آن پیوندند، و چه از جمعیت که وقتی نیروی جمعیتی که در آن نیروی پولی مالی در آن هست، انسان میتواند در جمعیت با این نور، با این نیرو و قوت باشد. و چه نیروی طبیعی از آتش و آب و هوا و خاک است و چه نیروی شعوری هستی که معنویات عالی است. بدن خود را سر دهید.
وجود خود را به حال در آمدن اجازت دهید. امروز شما با باطن خود آشنا می شوید و آن را می بینید، درک می کنید، می فهمید که برای شما این نهایت مهم است. من امروز آمدم و دیدم در راه مرسفیدی را که به زور راه می رفت و به خود گفتم این برای تو حکمت است. ولی ما و شما می دانیم که ابد زنده هستیم و باز از سر نو ما و شما به حیات و هوش می آییم و زینه‌های گوناگون حیات را می گذاریم. این خوش خبر است برای ما و شما که ما و شما هیچ وقت نیست نمی شویم. ولی از آن که ضمیر ما و شما به چی راست است، آینده ما و شما معین است، یا اینکه ما آن را به حال و به حلاوت می گذرانیم یا اینکه به حساب و اذیت. تفکری ما و شما البته به ما و شما مصلحت می دهد و بینید حالا وجود خود را که سر داده اید، شما با حسیات عجیب آرامی و آسودگی وارد می شوید، بینید که وجدان شما با شما چی می گوید، کدام بها با شما داده ایستاده است. چون که ما 4 مشاور داریم: نفس و احساس و عقل و وجدان. آنها ما و شما را مصلحت می دهند و هر یکی ما و شما با آنها مناسبت داریم. ولی البته کسانی هستند که یکی از آنها را یا دوی آنها را یک کوالیسیا شدن بیشتر دوست می دارد و میل آنها دارد. پس درست بنشینید و صدای باطن خود را بشنوید. جهانی عجیب است. برای همین بزرگان می گفتند و درون که آنجا چی است. نام پروردگار ما و شما خود با خود چنین است. پس باطن خود را نظر کرده اید، بهای خود را فهمیدید، کدام بهایی که از چی طرفی می دهند و آن مناقشه‌ای که در درون سر می شود آن را حس کنید. بعضی حالت مناقشه چنان زیاد می شود مردم بیچاره کوشش میکنند که با نوشیدن می آن را خاموش کنند، ولی این باز به مشکلی های دیگر می آرد. پس نوشیدن یا که استعمال ماده های مدهوش کننده راه خلاصی نیست. از این دست کشید و حقیقت حالی واقعیتی که در درون سر است دقت دهید و بهای خود را بشنوید و ضمیر خود را حس کنید که ما و شما با ضمیر خود قوه های سازنده را راه می دهیم. آهسته آهسته شما وارد می شوید با آرامی، آسودگی که آب بدن ما و شما با آب اطراف یک می شود. خاک بدن ما و شما با زمین هماهنگ شده است. گرمی بدن ما و شما با آفتاب راست آمد و هوای بدن ما و شما یکسان است با آن اتمسفری که ما و شما را احاطه کرده است. ما آهسته آهسته بدن خود را به این 4 عنصر می دهیم و خود ما و شما می مانیم که آن هوش است. هوش که معنی سری روح است، مغز سری روح است. و بینید که آن را شبها هوش کیهان می گیرد ولی روح بدن ما و شما می ماند و باز آن را در وقتی بیدار شوی بر می گرداند. وقتی که ما و شما از 4 عنصر که به ما هر زمان حسیات و دیگر چیزها می دهند خالی شدیم، آن وقت ما و شما به هستی مطلق می پیوندیم ولی فردیت خود را گم نمی کنیم. تمام هستی از نور است. ما تا
15-16 هزینه دانشی که پروردگار دارد میدانیم. 18,987 دیگری آن به ما معلوم نیست. داده شوید با حالتی که شما را فرا گرفته است. اب 10,987 عالم دیگر است. ما سریشت را، عضوها را، مفته ها را، حجیره ها را، مولکول و اتم و ذره های خرد، پروتون و الکترون و نیوترون و از آن الفا و بیتا و گاما ذره‌چه ها، نورهای رنگینی، از آن فوتون ها و کوانت ها و از آن خردتر نورها و موج ها با آن طرفش معلوم نیست. حالا علم انسانی حتی که موج را در خدمت آدم گذاشته است که با آن تلفن هایی که شما گپ میزنید، تلویزور هایی که حالا شما را میبینید، اما در اساس موج کار میکند و عالم از موج است و ما و شما چیزی سختی بدن خود را به 4 عنصر دادیم، میماند آن هستی واقعیت ما و شما که جذابیت نور را در خود حس میکنه. و برای این میزراب در کار است نسترایکا که ما و شما به چی میزرابیم؟ میزراب به نور حق، میزراب به نور واقعیت، میزراب به نور شعور هستی. و آن به زیر شعور ما و شما وارد شده ضمیر ما و شما را تازه می کند که ما می توانستیم صحت باشیم، می توانستیم به کارهای در پیش ایستاده خود عمل کنیم، خوشبخت باشیم، جمعیتی خوب داشته باشیم، به زینه معنویات خود برسیم. این است حقیقت حال. این است که ما امروز نور را به زیر شعور خود وارد ساختیم. نوری تازه کننده، نوری که ما و شما را به صحتی و سالمی و کارهای آبادکاری وادار می سازد و بخشش یکدیگر به آن که از همدیگر ما نیروی خوب گیریم، به آن که ما و شما خود را دوست داریم و دیگران را دوست داشتن توانیم، به آن که ما و شما از پیشرفت یکدیگر خرسند شویم، با آن که ما و شما همدردی عمومی داشته باشیم با خلق خود، با نزدیکان خود، با آن که ما و شما مسئله های یکدیگر را بفهمیم و پرابلم های یکدیگر را ناپرسیده و ناگفته حل کنیم. این است نیروی پاک که وارد وجود ما و شما شد. ضمیر تو معانی است. ای خلق من.